سامانه پلیس قزاقستان روز 16 آگوست سال 2023 خبر داد که در شهر الماتو، بزرگترین شهر این کشور، یک گروه شهروندان تاجیکستان یک هموطن خود را به نام ام گروگان گرفته در یک منزل محکم کردند و در عوض رهاییش از نزدیکان آن مرد $20,000 طلب کردند. جنت نورعلیف، سردار اوباب رئیست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه پلیس شهر الماتو، در شهر این حادثه گفت یک شهروند تاجیکستان به پلیس خبر داد که هموطن او سال تولدش 1991 13 آگوست به یک ملاقات رفته با امین بی‌درک شده است. در رابطه با این حادثه گروه فوری و تفتیشاتی سازمان داده شده بر اساس ماده 125 کودکس جنایتی قزاقستان با اتهام آدم ربایی پرونده جنایتی گشودند. تفتیشات در نوبت اول معاین کرد که شهروند تاجیکستان را بودند. در پی این ما مکان نگهداری او را معاین کردیم. این منزل اجاره در نویه مدیو جایگیر شده بود. با کمک نیروهای ویژه عملیات ویژه برگزار کرده شد و 6 شهروند تاجیکستان با اتهام ربودت هموطن خود با مقصد طلب کردن پول به مبلغ $20,000 امریکایی دستگیر شدند. آنها گروگان را می زدند و جریان شکنجه او را ویدیو می گرفتند. نورعلیف خبر داد که گمان برشوندگان به حبس گرفته شدند و آنها برای آدم ربایی طبق قانونهای قزاقستان تا 12 سال زندان تهدید می کند. تفصیلات دیگر این قضیه سبب به اسارت گرفتن آن مرد و نام تاجیکستانی های دستگیر شده نشر نشده است. خود آنها و همین طور جبر دیده برای شرح ماجرا دسترس نیستند. پلیس قزاقستان عکس یک قسم بدن جبر دیده را نشر کرده است. از عکس دیده می شود که جبر دیده یک مرد جوان است و در بدنش آثار زیاد لطوکوب به نظر می رسد.